چرا همیشه مردم مقصرن؟ چرا در بحران آب و برق و گاز کمپین‌ها، بیلبوردها و تبلیغات مدام به مردم هشدار میدن که کمتر مصرف کنید، در صورتی که طبق آمارهای خود دولت فقط 6% از آب مصرفی کشور در بخش خانگی مصرف میشه و در حوزه برق و گاز هم وضعیت مشابهه. یعنی اگه همه مردم مصرف خانگی رو صفر بکنن، باز هم بحران حل نمیشه. پس چرا این همه فشار روی مردمه؟ پاسخ رو میشه در مفهومی به نام کنترل ربایت پیدا کرد. دولت‌ها با استفاده از این ابزار بحران رو طوری تعریف میکنن که مردم از قربانی به مقصر تبدیل بشن. به تدریج نوعی احساس گناه و سرزنش در مردم نهادینه میشه، طوری که در مواجهه با جیره‌بندی به جای مطالبه سراغ خرید تانکر یا ژنراتور میرن، چرا که تصور میکنن مقصرن و مسئولیت رفع مشکل با خودشونه. در واقع این سازوکار دو هدف داره. از یک سو مسئولیت سرمایه‌گذاری و اصلاح زیرساخت‌ها رو از رو دوش دولت برمی‌داره و از سوی دیگه ذهن‌ها رو از ریشه‌های واقعی بحران مثل تأثیر مخرب تحریم‌ها یا سوء مدیریت و مشکلات دیگه منحرف می‌کنه. شیوهی که در کشورهای دیگه مثل زیمبابوه و ونزوئلا هم دیده میشه که در اون سرزنش مردم پوششی برای پنهان کردن بحران‌های ساختاری بود. خب چه باید کرد؟ اولین قدم اینه که هرگاه با روایت‌های کنترل شده و تبلیغات سرزنش‌آمیز مواجه شدیم، این کد ذهنی رو فعال کنیم که ما مردم بخشی از راه حل هستیم، نه منبع مشکل. و به عنوان افرادی که جامعه و مسیر حکومت‌ها رو شکل میدیم، خودمون رو سرزنش نکنیم تا روایت‌های آسیب‌رسان شکست بخورن و اراده مطالبه‌گری و تغییر در ما زنده بمونه.